رونالدو خفن‌تره یا مسی توی ورزش‌های مختلف؟ ورزش اول بوکس. توی بوکس به نظرم رونالدو اینطوریه که رگباری مشت میزنه، ولی مسی وای میسه که حریفش یه مشت بزنه بعد جای خالی میده میزنه یه جای حساس. هر دوتاشون قوی ان، ولی چون رونالدو بعد فوتبال ورزش مورد علاقش بوکسه، رونالدو میبره. ورزش بعدی تنیس. به نظرم با اینکه رونالدو سرعتیه و خودشو به توپ میرسونه، ولی مسی آگاهی مکانی زیادی داره و فرزه یه جای توپو میزنه که رونالدو بهش نمیرسه. تو تنیس مسی میبره. ورزش بعدی کریکت. توی کریکت به نظرم مسی توی پرتاب توپ خیلی بهتر باشه، چون تمرکز و دقت داره و میزنه به اون سه تا چوب، ولی رونالدو چون قدرت ضرباش خیلی زیاده توپو میزنه بیرون از شیش امتیازی میاره. به نظرم تیم رونالدو که لباس هندم تنشه برنده میشه. ورزش بعدی بسکتبال. بسکتبال تقریبا شبیه فوتبال میشه، یعنی رونالدو خیلی قویه، تلاش میکنه، ولی مسی فرزه همه رو تریپ میزنه و پرتاب میکنه و امتیاز میگیره. توی بسکتبال به نظرم مسی میبره. توی کامنت ها که دعواست، ولی طرفدارای رونالدو لایک کنن، طرفدارای مسی سابسکرایب، ببینیم کیا بیشتره.